سلام. یکی از مشکلات مهمی که اکثر افراد باش برمیخورن اینه که روی یک سری از کیس ها و یک سری از دستگاه هاشون میبینن که بعضی وقتا یک پسورد ست شده، پسورد بایوس. خب قطعا وقتی پسورد بایوس روی دستگاه شما ست شده باشه، شما این امکان ندارید که بتونید تنظیمات بایوستون رو تغییر بدید. حالا مثلا بوت سیکونس رو عوض بکنید، بخواید لود دیفالت بکنید یا بخواید تغییرات توی بایوس انجام بدید. امروز ما میخوایم یه کاری رو انجام بدیم و به شما نشون بدیم که یک دستگاه دل، حالا من یه همچین مینی کیسی که قبلا هم براش ویدیوی مختلف درست کرده بودیم، حالا این دستگاه جدید نسل 10 میخوایم کاری رو انجام بدیم که این دستگاه که الان مشکل پسورد بایوس داره، با همدیگه ببینیم که به چه طریقی میتونیم پسورد بایوس این رو از روش حذف کنیم. با ما همراه باشید. خب ببینید الان این دستگاه تو مانیتور که مشاهده می‌فرمایید این همون دستگاه دل هست که وصل شده مانیتور و در این قسمت شما می‌بینید که پسورد داره روی بایوسش و ما باید این رو الان پسورد اینو آنلاک بکنیم. کاری که باید انجام بدیم که این رو دستگاه رو باز بکنیم، آی سی بایوس رو از مدار خارج می‌کنیم و میریم توی از طریق پروگرامر این کار رو انجام بدیم. خب من فقط خواستم تا اینجا شما ملاحظه بفرمایید که الان این دستگاه در حالتی هستش که پسورد روش ست شده. خب الان ببینید ما دستگاه رو بازش کردیم به صورت کامل و حالا قطعاتی که وقتی که میخوایم هیتر رو نزدیک برد بگیریم که آسیب میبینه رو جدا کردیم، مثل قطعات پلاستیکی که الان اینجا شما ملاحظه می‌فرمایید. اینها رو که برای نگهدارنده هارد و موارد این چنینی بود، اینها رو از روی برد باز کردیم، رمو در آوردیم. خب الان بایوس دستگاه این آی سی هستش که الان اینجا شما ملاحظه می‌فرمایید. در آی سی رو الان ما می‌خوایم از روی برد ورش داریم، از طریق پروگرام مجددا پروگرامش بکنیم و در حقیقت برسیم به این نقطه که بتونیم مجددا بایوس رو پروگرامش بکنیم. از طریق هیتر بایوس رو در میاریم، روی ادپتر پروگرامر قرارش میدیم و میذاریمش توی پروگرامر و حالا شروع میکنیم به رایت کردن در حقیقت فلش بایوس. خب ما کاری که الان انجام میدیم از طریق دستگاه پروگرامر آی سی رو روی پروگرامر قرار دادیم. یک بار در حقیقت آی سی رو دیتکت میکنیم، چک میکنیم که آی سی از نظر کلیات سالم باشه، مشکل خاصی نداشته باشه. بعد یک بار از روش رید میکنیم و اون فایل باینری که در حقیقت در رو خود آی سی بایوس هست اون رو یه بکاپ ازش میگیریم که حالا به هر علتی اگر نتونستیم این رو برگردونیم و فایل جدید روش بریزیم، دوباره بتونیم فایل اصلی و اورجینال خود بایوس رو خود بایوس مجددا رایت بکنیم. الان این حجم بایوس تقریبا نزدیک به فایلش نزدیک 32 مگه، یه مقداری خب زمان میبره که بخواد این رو از روش بخونه. منتظر میشیم تا اینکه این مراحل به صورت کامل انجام بشه، تموم بشه پروگرس خوندن فایل باینری بایوس. خب این فایل الان نشون میده، به ما نشون داد که در حقیقت فایل کاملا خوند. سیوش میکنیم حالا به یک اسم، مثلا حالا هر اسمی که شما بخواید، بر اساس مدل دستگاه یا هر فایل دیگری که بخواید ذخیرهش میکنید. حالا این دستگاه مدل دل C80 ما اسمش رو ذخیره میکنیم بر این اساس. خب الان فایل ذخیره شد توی دسکتاپ، ملاحظه فرمایید. کار بعدی که انجام بدیم اینه که میام فایلی رو که فایل بایوسی که روش پسورد نداره و روی سایت دانلود کردم رو روی پروگرامر درگ اند دراپ میکنم که لود بشه، یا میتونید از طریق لود هم شما اون فایل باینری رو انتخاب بکنید و توی اینجا لود بکنید. با زدن دکمه اتو میاد و یه بار اون آی سی رو ریز میکنه به صورت کامل. بعضی که کاملا ریز شد میاد و شروع میکنه به رایت کردن.
الان ببینید که در حقیقت داره نشون میده که یه دیوایس پروگرامش به صورت کامل پاک شد و برای ادامه دادن که الان قسمت بعدی رایت کردن دیتا هستش روی آی سی. حالا یه فایل 32 میگیره، الان داره روی آی سی مربوط به بایوس رایت میکنه. خب الان ببینید که تموم شد. بعد از اینکه در حقیقت حالا رایت تموم شد، یک بار هم این دستگاه چک میکنه، وریفای میکنه در حقیقت اون فایلی که روی بایوس ریخته شده، رو آی سی ریخته شده، که به صورت کلی مشکلی نداشته باشه. وریفای خب خیلی سریعتر انجام میشه. خب الان میبینید که به صورت کلی تمام رایت کردن، خوندن و اریز کردن به صورت کامل تمام مراحل انجام شد. حالا کاری که باید انجام بدیم اینه که آی سی رو میایم از رو خود پروگرامر برمی‌داریم و مجددا روی بورد قرار میدیم. خب الان آی سی رو میخوایم دوباره مجددا روی بورد قرار بدیم. ملاحظه می‌فرمایید با استفاده از هیتر روی بورد قرارش میدیم. با حرارت مجددا آی سی روی بورد قرار میگیره و خب تمام. این کار عملا الان تمام شده. میبینید که مجددا آی سی رو خود بورد قرار گرفت. بایوس دوباره مجددا روی بورد سوار شده و آماده است که دستگاه رو برای تست و روشنش بکنیم و تست نهایی رو ازش بگیریم. دوباره مجددا این دستگاه رو آی سی رو روش قرار دادیم. قطعات پلاستیکی که تو حرارت آسیب می‌بینن مجددا روش نصب کردیم، مثل فن، مثل نگهدارنده هارد دوم. پاور دستگاه رو وصل می‌کنیم تا تست بکنیم ببینیم که تغییری که انجام دادیم باعث شده که پسورد دستگاه پاک بشه یا خیر. دستگاه به خاطر اینکه بایوسش ریست شده ممکنه که مقداری با تاخیر بیاد بالا، بعد مقداری به زمان بهش بدیم تا اینکه تصویر رو شما رو مانیتور ملاحظه بفرمایید. خب الان تصویر روی مانیتور ظاهر شد. کنترل F2 رو میزنیم که بریم توی بایوس. خب الان ببینید که اینجا یک سرویس تگ از شما میخواد. سرویس تگ اگر که در پشت دستگاه شما ملاحظه بفرمایید اینجا یک کدی رو نوشته که این کد رو من توی اینجا الان وارد میکنم توسط کیبورد. این عددش 53 سی بزرگ 50 سی عدد 3. اینتر رو میزنید، سیو و اپلای میکنید. این دستگاه الان اگر دقت بفرمایید دیگه دستگاه آنلاک شده و میتونید هر گونه تغییری که شما میخواید رو توی این انجام بدید. ببینید که هر تغییری میتونیم سیوش بکنیم و نیاز به پسورد دیگه نداریم. متشکرم.